قبل از اینکه اصلا بیام اسلیو کنم یه ذهنیتی داشتم که من همینم که هستم، چاقیمو دوست دارم، هر کی مشکل داره، از غذا خوردنم لذت میبردم. ولی از اونجایی که ورزش هوازی میکردم این اواخر که دیگه وزنم خیلی رفته بود بالا، خیلی به مچای پام و کمرم فشار میومد و خیلی اذیت میشدم بعد از ورزش. دیگه حرفای اطرافیانم که دیگه خیلی بیش از اندازه داشت اذیتم میکرد، برای همین تصمیم گرفتم، خیلی هم یهویی شد، تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. پشیمونم نیستم، سختیاش خیلی میارزه. الان 12 روز عمل کردم و 7 کیلو کم کردم تو این 12 روز. خیلی راضیم، تغییراتم قشنگ دارم تو خودم میبینم و هر وقت هر چقدرم اگه با این مشکل به دنیا بیام تو زندگی های بعدی، بازم این کار رو انجام میدم.